مجددا سلام. با قسمت دوم ویدیو اول روز شما در خدمتتونم. بیت کوین و اتریوم و آنچین رو بررسی کردیم. بریم تونتون آلت کوینامون رو بررسی کنیم. نهایت تایم فریمی که انجام میدم مثل دیروز 4 ساعت است. ما نیازی نداریم بریم مثلا واسه ارز فیل ویکلی رو بررسی کنیم بگیم آره اینجا مثلا فلان، نه هیچ. 4 ساعته یه نگاهی میندازیم و سریع تحلیلشون میکنیم که شما هم به تحلیل برسید. همونطور که خدمتتون عرض کردم دیروز هیچ کس چیزی رو از دست نداده. این ارز فیل تو باکس خودش مونده، خیلی ارز مناسبی برای تریگر. یک ساعت هم که میایم میبینیم دوباره به سقفش واکنش داده و فعلا در حال ریزشه. چرا داره میریزه؟ چون دامیننس بیت داره میره بالا. بیت داره رنج میزنه، دامیننسش داره میره بالا، پس آلت کوین ها قراره بریزن. ولی خب چیزی که تو ارز فیل جالب توجه اینه که بعد از یک دوره طولانی رنج ما یک کف داشتیم، سقف و کف بالاتر. مشکل اینجاست که این کف اذیتمون کرد. این بعد میرفت اینجا یه سقف بالاتر میزد ولی نزد. و این به ما این در حقیقت هشدار میده که ما ممکنه سود خاصی هم در کار نباشه، ممکنه برگرده پایین. ما برای تمامی پوزیشن ها آماده ایم. تریگر لانگمون 1.6 و تریگر شورتمون هم مثل همیشه 1.5. اگر اینجا رو فیک میکرد و بعد برمیگشت ما همینجا دنبال یک تریگر میگشتیم تا وارد بشیم، ولی فعلا نه. فعلا ما چیز سود خاصی نداریم و اوکیه. هرچند میگین این ترند چی؟ این ترند میتونه اصلا به ما همچین حالتی بده. فعلا زوده. من این تحلیلا رو که گرفتم، تحلیلای بعدی رو مثلا ساعت 2-3 میگیرم که نزدیک سشن آمریکا باشه، ببینیم چی کار میکنه. شاید تا اون موقع یه مقدار استراکچر بازار مشخص تر بود. این از فیلم. بریم از بعدی. لایت کوین. لایت کوین هم که طبق کانالی کشیدم داره میره بالا، خیلی منظم، خیلی خوب. دیروز انتظار داشتیم تا 87 بیاد و اومد. اون حمله‌ای که اومد تا 87 بود و به سقف خودش رسید. اون سقف اصلی رسید. پوزیشن اصلی ما 87 بود بچه‌ها. قبل از اون هر چیزی که بود پیری بای بود. چرا پیری بای بود؟ برای اینکه سقف قبلی رو ما باید بشکونیم بریم. و الان داره تو مید کانالش و سقف اصلیش رنج میزنه. به نظر من اینجا میشه در حقیقت همونطوری که مجدد داریم می‌بینیم یک باکس خوب کشید و این باکس توی 15 دقیقه اگر بریم دوباره فیک از بالا رو می‌بینیم کف کانال. دوباره یه واکنش به کف کانال. پس در نتیجه ما کف کانالمون مشخص شده دیگه، درسته؟ این کف کانال ماه، کف در حقیقت باکس ماه و شکست باکس میتونه ما پوزیشن خوبی بده. سوالی که دوباره مطرح میشه با توجه به اینکه یک بار اومده واکنش داده به سقف، با توجه به اینکه داره باکس تشکیل میده و ما یک استراتژی خروج و ورود به باکسی رو داریم، پوزیشن شورت رو میگیریم. این لگ پشت سر رو میبینین، این فشارش هنوز تو بازاره. هر پوزیشن شورتی میتونه به شما میتونه به شما یه استاپ بزنه، فیک کنه. اگر توی مدیریت سرمایه و مدیریت ریسکتون هست که همچین استاپی رو بخورین، نوش جون بخورین. ولی اگر نیست، من خودم نه. حداقل یک بار دیگه من ثابت کنه که نمیتونه 87 رو بشکونه و ضعف روند داریم، بعدش من قبول میکنم. فعلا که با این روند خوب و پرحجم اومده داخل باکس و الان داره رنج میزنه، همونطور که میبینید در حقیقت چیزم داره چیز میشه، کامل میشه. فکر کنم توی یکی از این تایم فریم ها اومد. تو تایم فریم چند دقیقه است؟ یک ساعت. یک ساعت هم ببینیم کندل ستاپ داریم. آره داره درست میشه. من حق با منه، داره درست میشه. میگم RSI هم اوربای نزدیک اوربای. آره RSIش هم خوبه. بد نیست واقعا. شاید بشه واقعا گرفت. آره باز من تحلیلش رو توی کانال میذارم، بذارین یکم دیگه حجم بگیره. هرچند اینجا این پترن رو داریم میبینین دیگه، دوبار به کف خورده، یعنی بعد از فیک اومده پایین، اومده بالا یک بار دیگه کف رو تست کرده. شاید به قول هومن ما بتونیم یک پری بای اینجا بگیریم. یعنی من برای اینکه حرفم اینجا بمونه عذرخواهی میکنم، یک پری بای اینجا داشته باشم. دست در نکنید، هم کلیک کردیم. خب یه پری بای شاید بتونم اینجا داشته باشم. ببینم با چه کندلی میشکونه. شاید گرفتم. اگه گرفتم توی کانال سیگنالشو براتون میذارم. اینجا آلارتش هم بذاریم. ارز لایت کوین و فلگ سبز به نشانه تریگر سعودی هم آماده است. بریم ارز بعدی استیکس. مجددا از 4 ساعت شروع میکنیم. استیکس هم تو 4 ساعت خیلی قشنگ بود. یه فکر کرد این کرو ترند ما رو کرو کنه خیلی دوست دارم. خیلی قشنگ واکنش میده. به خصوص تو بازارهای رنج یه فیک کرد و بعد محکم رفت بالا
اون مقاومتی که من میخواستم تو 1 ساعته رو شکوند، تو 1 ساعته رو شکونده و فعلا که درگیره، اونجوری که ما میخواستیم رشد نداشته. من استیکس رو هرچند میگم این هم میتونه دوباره یک وج تشکیل بده، معمولا بعد از این کندلای پرقدرت یک وج تشکیل میده. من دوست دارم استیکس هم مثل بقیه ارزها مثل لایت کوین و فیلی که تا الان تحلیلش کردیم یه بار دیگه بیاد پایین، یه بار دیگه این کف 0.32 رو تست کنه یک بار دیگه. ولی خب دیروز استیکس رو هم نمیشد پوزیشن گرفت، هرچند این پایین یک سری کندل ستاپی بود، من یه بار روش استاپ خوردم، بار دوم ساعت 4:45 دقیقه بعد میگرفتم، نگرفتمش که خب اشتباه خودم بود، میشد یه تارگت خوب ازش گرفت، نشد و تنها ارزی بود که به نظرم کندل ستاپ خیلی جای خوبی داده بود. با این حال فعلا استیکس بین زمین و هوا معلقه، چیزی روش نداریم حقیقتش. پوزیشن تریگر گیری، من تریگر ندارم، هرچند تریگر لانگ ریسکی خوبه، 0.32 خوبه، من خودم این ارز رو نمیگیرم، من یعنی که ساختار خوبی برام تشکیل بده. از بعدی آی سی پیه، اون همه بازار بالا پایین رفت، آی سی پی هیچ تکون نخورده. اوکی، یعنی این بای دیروز اون حتی نزدیکش هم نشده. تو 1 ساعته ببینیم چی شد. تو 1 ساعته یک بار دیگه اومد به خط پیریبای ما رسید، من گفتم اینجا پیریبای دیگه رسید و واگنش داد، نتونست کاری کنه. این ترند هم از دیروز داشتیم شکونده، فعلا هیچ کار نتونسته بکنه و الان میتونیم بگیم اوکی این کفو اینجا داریم. این کفی که اینجا داریم آیا مناسب شورته؟ اگر بازار سنتیمنت مثبت نداشت، سنتیمنت لانگ نداشت، میگفتم آره. الان فعلا من اصلا مودم به در حقیقت مود چیز نیست، مود شورت نیست. کندل ستاپ هم نداریم، کندل ستاپ هم نداریم. فعلا فکر میکنم که استیکس هم میتونه توی این باکس برای ما رنج بزنه، توی این باکس، و خب شکست این باکس هم میتونه قشنگ باشه. فعلا 2 تا کف ساخته، یه بار دیگه بیاد بالا اینجا رو تست کنه، واقعا بچه‌ها 4 و 3 مثل دیروز میتونه پیروای خوبی باشه. 4 و 3 واقعا میتونه مثل دیروز پیروای خوبی باشه. من خودم روش آلت لایت کوین اونم خورد. میخوایم با هم بریم چکش کنیم. 15 دقیقه 1 ساعت بود من کندل خوبیه واقعا، تو 1 ساعت ببینیم چه جوری شد. چقدر دیگه ازش مونده؟ 1 دقیقه دیگه مونده. اون نظر چیه بگیریمش؟ دیگه 2 ساعت لایو به نظر منم میشه با ریسک کم، حالا مثلا با توجه به اینکه این شادو رو زده یک بار دیگه هم شادو شده. باش من لایو استاپ میکنم، میگیریم بعد میام خدمتتون. خب آره یه البته یه پوزیشن گذاشتیم روی لایت کوین و علامت ما زدیم. آی سی پی بودیم؟ کجا بودیم؟ آی سی پی رو بررسی کردیم؟ نه استیکس رو داشتیم بررسی میکردیم. آره آره استیکس رو بررسی کردیم که گفتیم فعلا حالت خاصی نداره و کندلاش هم خوب نیست. همچین کندل سبز بزرگی بزنی اگه بعدش جون نداشته باشه اینجوری میشه که میاد پایین، فایده ای نداره. بریم آی سی پی. از استیکس چیزی ما نمیرسه. خب آی سی پی هم داشتم میگفتم این همه بازار بره بالا و هیچی به هیچ. این هم آی سی پی و پیری بای براتون گذاشتم، آلرت گذاشتم آی سی پی رو، گفتم اگه قرار باشه برگرده بالا از اینجا برگرده بالا. اینا رو چک کردم کندل ستاپ نبودن هیچ کدوم، نه بخواد برگرده بالا اینجا پیری بای خیلی خوبیه. بریم یونی. یونی تو 4 ساعته حرکت نکرده، می‌بینید یعنی اصلا به نقطه بایش نرسیده. این که بهتون میگم آقا دیروز عقب نیافتادید، اون حرکت بیت کوین حرکت خاصی نبوده، به خاطر اینه وقتی دامیننس بیت داره میره بالا فایده ای نداره. حالا شما در نظر بگیرید دامیننس بره تو اصلاح بریزه و بیت رنج بزنه، ما دیگه قطعا یک درصد خوبی رو آلت کوین ها میتونیم بگیریم. برای همین میگیم امروز حواستون باشه. ولی خب هیچ کدوم از این خطوطی که داریم میگیم برای آی سی پی مناسب نیست، نه این خط نه این خط. خطمون الان میاد اینجا تو صفحه قبلی. اما چیزی که جالبه تو آی سی پی، هر چند که یک بار اتفاق افتاده اومده کف رفته سقف های جدید میزنه، میبینیم نتونسته بره سقف بالاتر، پس اینجا نایه خیلی مهمیه.
6.4 یک بار دیگه اومده کف، اما این بار سقف بالاتر رو زودتر زده، کف بالاتر رو زودتر زده، سقف بالاتر رو زودتر زده، داره کف بالاتر میزنه. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی ما تریگرمون میشه کجا؟ احسن 6.4. 6.4 الان برای ما تریگر خیلی خوبیه. ببینیم پیری بایه یا بایه. 6.4 در اصل برای ما بایه ولی تو تایم فریم 1 ساعته. برای چی پس اونجا گذاشتی بای؟ چون تو تایم فریم 4 ساعته تا وقتی که 6.5 رو نشونده، 6 و نیم رو نشونده، بای ما محسوب نمیشه، سقف بالاتری محسوب نمیشه. ولی خب تو تایم فریم 1 ساعته بای اصلیمون رو همون 6.4 و خیلی هم بای خوبیه. اگر پری بای میخوایم، اگر بیاد پایین برای ما یه پترن خوبی اینجا بسازه، با اولین شکستش، یعنی حتی اگر نیازی هم نیست دنبال شکست دومی باشین چون ننگ میره، با اولین شکستش یه نافیلیر سوینگ بود، میتونیم بریم به سمت بالا و پوزیشن لانگش رو بگیرید. فعلا من یه آلرت میذارم دیونی. شما چون 3 تا آلرت بیشتر ندارین توی دفتر یادداشت کنین، ولی من خب آلرت زیاد دارم، میتونم آلرت بذارم، میذارم. هرچند که ما باید به این الگوی وج مانندی هم که داره تشکیل میده حواسمون باشه. اینجوری همین صرفا فقط گفتم تو دیدتون باشه. بریم بعد یونی 11 دقیقه است داریم تحلیل میکنیم. ارز بعدی ارز استر رو نگاه کنید تو 4 ساعت چقدر من قشنگ گفتم واقعا. بریم کانال نگاه کنید، دیروز اینجا بود من گفتم آقا استر میتونه یه کاپن هندل تشکیل بده و اگه الان بخواد بره بالا حرف من درست میشه. ولی همین الگو برای چی اینو کشیدم؟ به خاطر اینکه خیلی چارت شلوغه، چارت استر چارت شلوغیه و گفتم من خوشم نمیاد چارت اینجوری باشه و گفتم یه الگوی کاپن هندل در نظر بگیرید. حالا بریم تو 1 ساعت و قشنگی ببینیم، زیبایی ببینیم استر رو نیر رو اچبار رو دوست داشتم تو تحلیل بعدی براتون تحلیلش کنم. اگه اجازه بدین تحلیل رو آف کنم و تو آخرین تحلیلمون میخوام 3 تا پوزیشن شورت رو هم داشته باشیم. همینجا پوزیشن لانگمون کافی بود. تو تحلیل بعدی استر نیر و اچبار رو به عنوان 3 پوزیشن تریگر شورت به شما معرفی خواهم کرد. خیلی ممنون که توجه کردین. خدا یار و نگهدار.